ایران میپرتوی آن اومدم بزرچه کلمه است خیلی بچه‌ها برای چی گرفتم برای چکه پامیدور دیگه بزرچه هست نه کلون همون وقت کار میکنه تو ملکه برآمدگی ساوس دیگه بهتر نه دانو و دوم خدا بای برکت این روغن زغیره چیستا برای همین بسم الله ای انا برای خودتو خوب بیان هاج میگیرم پامیدور بیایید در پلوی برف باشه خیلی بودرینگ افگیری نه خلافتی زنجبیل افگیری این روی در زمستون بودرینگ شاید بعضی تام داروی گوکاکی تا داخلی داخلو چیکار فقط میای گو تا کم میکنی اومتی میداره کنجا که پیچکده میشینه فرض باشین تو سنازی یا لایک داره نداره این خنکی سردی ده برای شما چیکار که در نوار پیشینه برای شما سالی گذشته هم خیلی یخ بندیو دا خورتو کردم رحیم پروداکشن. سلام علیکم رحمت الله برادران و خواهران عزیز. امروز درباره یک بیماری صحبت میکنیم که در پوست میشود و این نام داره ویتیلیگو. این نوع بیماری یکی از بیماری های قدیمی ترین بوده در لغت به معنای سفید شوی پوست یعنی پسی میباشد و سبب های اساسی این نوع بیماری دو چیز است، یکی کرمی اسکریت که در جگر میشود و یکی ترسیدن سخت و طبیبانی که از گیاه دواها آماده میکنند برای بیماری سفید شوی پوست یعنی برای بیماری ویتیلیگو دو نوع دارو را برای ما و شما پیشنهاد کردند، یکی به نام کارول کوژا که خیلی و خیلی داروی مشهور است و یکی دیگری به نام پیگمنتو که به همراهی تبلیت کشید. اگر شما درباره این بیماری پوست باز معلومات بیشتر گرفتن میخواهید بر رقم‌های در تگ نوار بوده نویسید. در رحمت الله باشه. السلام علیکم دوستان عزیز هواداران سومنای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده است. امروز 19/02/2024 نگاه کنید برادران عزیز که اولین بار خیلی برف وزمین در فرخور زده سه باران قطعی. امروز چیکار میکنید دوستان عزیز؟ حاج ماشین از اودید کرده همراه دودرم احسان جان میریم کلی مرکز زلن میگیریم پامیدور میگیریم چک هم میگیریم برای شما سیاکا میکنیم میم یک قرطابی جان نونا میکنیم در وطن عزیز در دهات نگفتن اون نه برف نگاه در بالا ماشین چی خیلی زده ماشین پدر برای همین مورا همسفر باشین دوستان عزیز یا لایک دریغ نداره این خنکی سردی ده برای شما چیکار که در نوار پیشینه برای شما سالی گذشته هم خیلی یخ بندیو ده خورتو کردم گفتن که اکرایم گپ ندارم ریختن روغن جذب کردن همش برای شما دوستان عزیز فقط موتیواسیون وقت دریغ ندار بدرو کامنتر ده تو رفتی برنامه اگه چکی خوب نویسم بگی میریم احسان جان یا بسم الله الرحمن الرحیم. انا دوستان عزیز نگاه کنیم برش خیلی خوشرو زیسه از ما میریم کلی مرز برای گرفتن چکه پامیدور بهترین میشوه یک منظره خوبه تو حال در فرخور میگفتی که بهاره لیک امروز حقیقتا دا معلوم شد که الکای زمستونه در این روزی 19/20 فوریه. اینا دوستان عزیز حضور دارم در جماعت زفر جماعت غیرت کلمرکز این از زمین فرخور نگاه کنید چخیل برف زدگی عجایب توصیه که برای شما هم شما بهترین میشود در فرخور عملی برای در فرخور این از زمین را که توصیه کنید راحت کنید کم یا باشه در وطن دعا کنید که خداوند خیلی فیض برکت بسیار شود. اومدم بزرچه کلمه است خیلی بچه‌ها برای چی گرفتم برای چکه پامیدور دیگه بزرچه هست نه کلون همون وقت کار میکنه تا ساعت 8 نمیشود باز میریم یا پشت چکه را میگیریم میریم سر میکنیم خروتوا برف بود نوشیده. ها دوستان عزیز اومیم یا پاجو چکه گرفته اینا چکه را نگاه کنید کار برای خروتوا کرده هر کسی میگیره نه مرحمت بیا کل مرکز امروز روز خروتوا خری برای همون مخری ای برشوی قسم ما همجا ایافان چکه گیری تو گوشی ای سلامات اینا با زیاد پیاش کردیم رحمت الله شما اینجا انا دوستان عزیز ای حاجی بابا زله بگیرم حاجی چند شده زله نو سلام علیکم یاسمی شده پامیدور چی پامیدور 20 مونا پیاز بوده خونه ایشون یا پاکت میگی انا ای حاجی بابا برای خودتو خوب بیان ها حاج میگیرم پامیدور شو زایید کی
خونه که اگه دست گفانه میگیره ها چه حقیقتی؟ بودرینگ پاکوانه زده کنی؟ مخونه دو تنیم رو بگی بودرینگش چند چی؟ این قلم تو چند دیان؟ دو تجیه این یا قطع چی؟ قطعی 13 همون 13 1 2 3 4 5 دیگه 18 سوم انا دوستان عزیز آخی نگاه چی بگم آخی این برف ها خیلی شیده برف های دیگه نیستیم در نظرمون اینترست این توتیست که شگر میکنه که زمین ها را نگاه گندم علاقه برامدگی ساوس دیگه بهتر نه دانو و دوم برم خدا بای برکت دوستان عزیز میگم خیلی بیایید در بالای برف باشه خیلی بودرینگ بگیرید قلافتی زنجبیل بگیرید اینا بی در زمستون بودرینگ پامادر اینا پامادر اینا زلی پیوت باز یورا هم مشامشویم میم ریزه میکنیم چیکار میکنیم خروتو اینا این برفکر هم بینه دوستان عزیز برای همین جوش تویره باز یورا میشویم انشاءالله تختچه را آوردیم ریزکلی را سر میکنیم فقط لایک را بجقین باشه دوستان عزیز بودرینگ در ماه فوریه نه بودرینگ انا بودرینگ هم کی باشه ای ماشاءالله ایش هم ریزه میکنیم شب تیار انا دوستان عزیز ایش باشه همه در انا شیجه میمونه
باردارو گنده خنکای فقط زلینوی اینا زلین هم در اینجا میمونه. ریزه کردیم یکم پیازی ساوس، اوکروب، گشنیج، بودرینگ، پامادر، قلافر. اینجا دا پیاز کنیایی، پیاز کنی را چیکار میکنیم برادران عزیز؟ این هم در دور میاد بالا پیش روغن همیشه میپرتیم. انا برادران عزیز قاشق در اینجا بسته، ایره در اینجا میمونه. این پیاز در بالاش به حد زور آیده. اینا تو تیار کردن روغن گرم شدن میدونه در خونه که ببریم یک 4 تا بذاریم علافش تپ بهترین میشه. بهترین کار آیده. یا الله یا بزرگ که سیانکه کردگیم تو همون های بسم الله. انا که چکارش میکنی؟ یک علاف رو میتونیم داخل کی این براشون بولیون میشوه. اینا ای ماشاءالله. الله مخرا دیگه یا شون میدم داخلی ایشا میمونیم برای کم پس دودان شونه بهتری میشه. ده تا گوسالش موندگی ده تا گاو بود فروختیمش. یا تا کچا موندگی این برای قربانی نیت کردگی یا بزای باید بچه کنه ده تا بغزولچه خیلی میگن مول داری حال داری در دهات همین چیز باشه چیکار میکنی بهتری نه برای هم یک پر خودش ده. شاید بعضی تام داروی گو که تا داخل کی داخلو چیکار فقط میای گو تا کم میکنی اومتی میداره کنجا که پیچکده میشینه. امروز هم یک روزی برادرایی که در دهات زندگی میکنن از اون بلا رنگ اختما پیشنهاد شما کردم اگه بیا بریم دومی برنامه را ببینیم. او شما داگی ختم میکنیم شکر چین در کلی ما بگیریم بس ایسان جان او کنیم با میبینیم که چخلای بعدم بود داکر شما دا بافکا میکنیم. بسم الله. انا حاضر بیارم برف هم قطیش زده سای ای انا اکای زبیر بیا بخو یاد داریم بارداران عزیز وقتی هم خیلی میکردن خونه های همسایه خدنویسک میکردن می قبلا سیایی دیگ میشکیدن یک حالت هایی بود که عجایب بود. حاضر دیگر رو وقتو نیست. غوصه ایسون جان خیلی گفت چند تکای بریز انا نمک شپرت میام که شورترک نشوه. انا حاضر که کفتانش میگیریم میبینیم. سوزای برای که ای بازار وقتی که میخری چی داره خودش نمک داره. انا حاجی میریم فطیر کندگی را که شما ده ایشون میکنیم فطیری در دخوفکا کردگی را اینا عجایب چی ای علاکای عزیز نان یا چگیره دخوفکا گرفته این آلی جو بو نگه که
Kumekay. Ena. Havloşa desene o ya. Havloşa. Bismillah. Desen barudara havloşa desene. Ana. Şey. Beşuki. Cuşi baday. Basay bafkirman taraf kokuş mekanına. Ana. Barudaranı kandım. یک کارش حل شد نه کوز ما ایران میپرتوی آنا اینا بارداران عزیز یک چه قرطونه اونا اپراتوری شمته بوناگن که نشیده اینا خیلی چکار کنه اینجاش دهقان است که میکنیم اینا خیلی پیوز خورم در خونه و خدر نیست یکم خیلی جلت نیست انا که ایرا خیرش میکنیم باید نمکش میکردیم توکلش با الله مهربان انا بارداران عزیز اینا این روغن زغیره چیسته برای همین بسم الله ای انا اینا بدا باردار نگاه کن باور کن اینا دیدی؟ اینا تکرار جوش داشتیم انا بارداران جانو این خیل باشه ایره در جمعیانه برای گرفتن بردن انا ایره قلنفتو را ایجاده میمونیم زلنه انا خیل بلوش را میچوشیم انا باردارو اینا قروتای ما تیار شد قلنفت قطی حاضی اینا مزت لذت شما میبینیم چه خیلی باردارو بسم الله الرحمن الرحیم کو یا الله ماشاءالله نه تیزم بودم برای این برادرجان عزیز هر کس که در پخش مستقیمی لایک دریغ ندارین نویسه که نواری آینده چخل کنیم این قروتای او چگیب بهرش ما در یک روز برفی در فرخوری عزیز هزار رحمت و خدمت تماشا کردین دستکاتون در نمیره برای کمیتر نویسه که برای لایک و مونده کنون خیر دوستان عزیز